سلام، به یک ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز میخوام براتون یه داستانی رو تعریف کنم که باعث میشه کمتر از بیرون غذا بگیریم. پس ادامه ویدیو رو همراه من باشید. Welcome to the desert of the real. جو متانی توی سال 1955 توی یک خانواده 8 نفره به دنیا اومد. اما وقتی 6 سالش بود پدرش رو توی یک تصادف از دست داد و مادرش هم ادعا میکنه که همیشه به خاطر اینکه بتونه بچه‌هاش رو توی یک شرایط نرمال بزرگ کنه توی چند تا مکان مختلف تو ساعت‌های طولانی کار میکرده و همیشه آرزو به دل مونده که تایم بیشتری رو با بچه‌هاش بگذرونه. اما خب تعریف جو از بچگیش کاملا متفاوته. جو گفته که ما از وقتی بچه بودیم با مشکلات و یک سری اتفاقهای آسیبزا بزرگ شدیم و به خاطر کم توجهی و غفلت مادرمون توی پرورشگاه‌های مختلف بودیم. اما مادر جو این ادعاها رو رد میکنه و همچنان باور داره که بچه‌هاش توی یک شرایط نرمال بزرگ شدن. سال 1973 وقتی که جو 18 سالش شد تصمیم گرفت وارد ارتش بشه و بعد اونو به آلمان فرستادن و اون موقع بود که تقریبا ارتباطش با مادرش قطع شد. بعد از آلمان جو رو به جنگ ویتنام فرستادن و اونجا بود که جو متوجه شد به هروئین اعتیاد پیدا کرده. تا اینجا سابقه جو فقط اعتیاد و دعوا حین مستی بوده. اما رفته رفته سابقه جو خیلی دارکتر و ترسناکتر شد. وقتی که جو از ویتنام برگشت با یک زنی آشنا شد که مثل خودش معتاد بود. بعد اونا بچه دار شدن و جو به عنوان یک راننده کامیون کار میکرد و داشتن زندگیشون رو عادی پیش میبردن. جولای سال 1994 بود که همه چیز برای جو تغییر کرد. اون شب رئیس جو بهش گفته بود که باید اضافه کار بمونی و خب در نتیجه جو اون شب خیلی دیر وقت رسید خونه. اما وقتی رسید خونه دید خونه کاملا خالی شده و زنش و بچه‌ش هم نیستن و گم شدن. اما طول نکشید که جو متوجه بشه زنش اونو ترک کرده و پسر 6 سالش رو برداشته و رفته داره با یه مرد دیگه زندگی میکنه. خلاصه زن سابق جو و دوست پسرش کلا تو کار خلاف بودن و مواد میفروختن و از اینجور چیزا تا اینکه پلیس اونا رو دستگیر میکنه و پسرشون رو ازشون میگیره. بعد جو میره و درخواست میده که اون پسر رو از اونجا بیاره بیرون تا با خودش زندگی کنه که مثلا سختی که جو توی بچگی کشیده رو پسرش دوباره تجربه نکنه، اما درخواستش رد میشه. بعد از اینکه این اتفاقا میفته جو خیلی از دست زن سابقش و دوست پسرش عصبانی میشه به حدی که تصمیم میگیره اونا رو بکشه و میشنوه که اونا یه روزای مشخصی یه تایمای مشخصی میرن زیر یک پل و همه با هم میشینن و مواد مصرف میکنن تا اینکه یه شب تصمیم میگیره بره اون دوتا رو پیدا کنه و بکششون. خلاصه جو تصمیم میگیره بره به اون لوکیشن و اون دو نفر رو پیدا کنه و بکششون. اما وقتی میرسه اونجا فقط 2 آدم بی خانمان پیدا میکنه. بعد خیلی عصبانی و ناامید بوده و یهو به ذهنش میرسه که آقا این 2 نفری که اینجا نشستن یه روزی با ایکس من مواد زدن دیگه، پس من این 2 نفر رو میکشم. بعد اونا رو کشته و تیکه تیکشون کرده و بعد اونجا بوده که فهمیده چقدر از کشتن آدمو لذت میبره و واقعا اونقدر کار سختی نیست. همون شب جو 3 نفر دیگر رو هم به قتل میرسونه. اولیش یک زنی بوده که معتاد به کراک بوده. جو برنامه‌ش این بوده که من اینو میبرم و ازش در مورد اکس هم سوال میپرسم و دیگه بهم جواب میده و اینا. وقتی که میرن زن بهش هیچ جواب درستی نمیده. جو هم عصبانی میشه، یهو تصمیم میگیره بهش تجاوز کنه، بزنتش و در آخرم بکشتش. وقتی که میکشش اونو میندازه پشت بوته ها و همین پروسه رو با یک زن دیگه هم انجام میده و اینجا دوباره 2 قتل انجام داده. وقتی که زن دومو میخواسته بندازه پشت بوته ها یک مرد ماهیگیر که کنار دریاچه بوده اونو میبینه و وقتی که مرده اومده فرار کنه جو پشت اون رفته و با یک میله فولادی زده تو سر طرف و اون مرد رو هم کشته و اینجا 3 قربانی دیگه داشته.
جو تصمیم میگیره که اون 3 جنازه رو بندازه داخل رودخونه و اون 2 دیگه که تیکه تیکه کرده بود و فقط توی یک مکان ناشناخته رها میکنه. اما اون 2 جنازه رها شده باعث میشه که پلیس جو رو توی 2 هفته و نیم پیدا کنه. جو به مدت 18 ماه توی زندان میمونه، ولی بعد به خاطر اینکه هیچ شاهدی نداشته آزاد میشه. توی یکی از مصاحبه هاش گفته که من اون شب سرم خیلی شلوغ بود. فکر کن 5 قتل توی 7 ساعت. و اینجوری بود که جو از گشتن دنبال زنش رسید به کشتن آدم‌ها و لذت بردن ازش. وقتی که جو آزاد میشه میره پیش رئیس قبلیش و ازش کار میخواد، اما اون بهش میگه که ما به جای تو یکی دیگر رو استخدام کردیم و قبول نمیکنه. ولی جو میگه حداقل بذار شبا بیام اینجا و نگهبانی بدم و رئیسش هم قبول میکنه. و اینجوریه که جو یک جای خصوصی و خلوت برای انجام قتل‌هاش پیدا میکنه. وقتی که جو اونجا ساکن میشه تصمیم میگیره 2 زن دیگر رو بیاره اونا رو هم بکشه، اما این سری خیلی ذهنش کثیف‌تر کار میکنه. جو بعد از اینکه اونا رو میکشه قسمت‌های از گوشتشون رو میکنه، میپزه و میخوره و بعد اونجا این ایده به ذهنش میرسه که چرا من از این کار پول در نیارم. یه غرفه ساندویچ فروشی میزنم و توش گوشت آدم‌ها رو به آدم‌ها میفروشم. That was human meat. این ساندویچ فروشی تا هفته‌ها کار میکرده و حتی مشتریای خاص خودشو داشته. فکر کن یه نفر با لذت آدم‌ها رو میکشته، میپخته و میداده مردم بخورن. جو توی یکی از مصاحبه هاش گفته که مزه گوشت انسان و گوشت خوک خیلی شبیه به همه و حتی اعتراف کرده که هر موقع ذخیره گوشتش تموم میشده دوباره میرفته یه آدم میکشته و دوباره ذخیره گوشتش رو پر میکرده. آخرین قربانی جو یک زن بوده که جو اونو برای چند لحظه تنها میذاره، اونم سریع زنگ میزنه به پلیس و پلیس میاد و جو رو توی همون محل دستگیر میکنه و بعد هم جنگلای اطراف رو چک میکنن و چند تا جنازه پیدا میکنن که متعلق به جو بوده. جو توی یکی از مصاحبه هاش میگه که من تنها چیزی که توی این موضوع ها داره اذیتم میکنه اینه که اون 2 نفری که واقعا میخواستم بکشم و پیدا نکردم. و یه جام ازش میپرسن چرا این کارو میکردی و میگفته من لذت میبردم. از این به بعد وقتی خواستین توی جاده یا یک جای بیکیفیت غذا بخورین خیلی مراقب باشین، چون معلوم نیست دارین چیو یا حتی کیو میخورین. مثل همیشه مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی فعلا.